سلام، به قلب خونه خوش اومدین. امروز قراره با هم یه سر به آشپزخونه بزنیم و ببینیم چطوری میشه با چند تا انتخاب هوشمندانه یه فضای کاملا جدید و رویایی ساخت. پس اگه دنبال یه تغییر هیجان انگیز هستین، جای درستی اومدین. به خصوص اگه ساکن مشهد هستین و دلتون یه آشپزخونه مدرن و چشم نواز میخواد، این برنامه دقیقاً برای شماست. میخوایم ببینیم چطور میتونیم به آشپزخونه‌تون یه روح تازه بدیم. خب اول از همه بیایید در مورد خود رویا صحبت کنیم. رویای داشتن یه آشپزخونه شیک، مدرن و البته کاربردی که تبدیل بشه به نقطه قوت خونتون. فکرش رو بکنید. آشپزخونه‌ای که با کابینت‌های براق و درخشانش کل فضا رو زنده می‌کنه. کابینت‌های های گلاس دقیقاً همین کارو می‌کنن. این کابینت‌ها نور رو بازتاب میدن و باعث میشن فضا بزرگتر و دلبازتر به نظر بیاد. این ویژگی برای آپارتمان‌های امروزی مشهد که شاید آشپزخونه‌های کوچیک‌تری دارن، یه راه حل فوق‌العاده هوشمندانه است. خب، حالا میرسیم به سوال اصلی و اون تصمیم مهم. های گلاس، MDF یا شاید ملامینه؟ انتخاب بین اینها کاملا به سلیقه، بودجه و نیازی که شما دارین بستگی داره. بیایید با هم یه مقایسه سریع داشته باشیم. این جدول خیلی خوب همه چیز رو نشون میده. های گلاس رو ببینید، ظاهرش لوکس و مدرنه، قیمتش بالاتره ولی در عوض بیشترین درخشش رو بهتون میده. گزینه بعدی MDF که یه انتخاب متعادل و با دوام با قیمت خیلی مناسب و در آخر هم ملامینه که از همه اقتصادی تره و مقاومت خوبی در برابر خط و خش داره. پس سوال اینه، اولویت شما چیه؟ درخشش و زیبایی یا قیمت و دوام؟ معمولاً رقابت اصلی بین این دوتاست، MDF و های گلاس. MDF اقتصادی تره و تنوع طرحش خیلی زیاده. از اون طرف های گلاس با اون درخشش فوق‌العاده‌اش یه حس لوکس و مدرن به فضا میده و آشپزخونه رو بزرگتر نشون میده. در واقع انتخاب بین کارایی و قیمت مناسب در مقابل زیبایی و حس مدرنیته است. حالا که گزینه‌ها رو میشناسیم، بیایید ببینیم چرا های گلاس اینقدر پرطرفدار شده و تونسته انتخاب اول هم مشتری‌ها و هم طراحای حرفه‌ای باشه. این دیگه فقط سلیقه نیست، پای آمار و ارقام وسطه. این آمار رو ببینید. این آمار مستقیم از خود مجموعه برسلن اومده. 80% مشتریاشون توی سال 1404 های گلاس رو انتخاب کردن. 80% عدد خیلی بزرگیه و به وضوح نشون میده که سلیقه بازار به سمت کابینت‌های براق و مدرن رفته. و این فقط انتخاب مردم نیستا، حرفه‌ایام همین نظر رو دارن. 65% از طراحان دکوراسیون در سراسر دنیا های گلاس رو به خاطر ظاهر شیک و نگهداری راحتش پیشنهاد میکنن. وقتی یه متخصص یه چیزی رو تایید میکنه، یعنی حتما یه انتخاب هوشمندانه است. از اگه بخوایم مزایای اصلی های گلاس رو خلاصه کنیم چی میشه؟ 1. فضا رو بزرگتر و روشن‌تر میکنه. 2. سطح صافش تمیز کردن رو فوق‌العاده راحت کرده. و 3. با رنگ‌های مدرنی مثل سفید، توسی و مشکی دقیقاً همون ظاهر لوکس و امروزی رو به خونتون میده. البته بیاید صادق باشیم، هیچ چیزی بی‌نقص نیست. های گلاس هم چالش‌های خودشو داره. مثلا جای انگشت به خصوص روی رنگ‌های تیره روش میمونه یا به حرارت زیاد حساسه. اما نکته جالب اینجاست که یه شرکت حرفه‌ای مثل برسلن برای این موارد هم راه حل داره. اونا از روکش‌های با کیفیت و مقاوم‌تر استفاده می‌کنن و مهمتر از اون به شما مشاوره میدن که چه رنگی انتخاب کنید تا این مشکلات به حداقل برسه. این یعنی تخصص در اجرا به اندازه خود متریال مهمه. خب تا اینجا در مورد خود کابینت‌ها حرف زدیم. حالا بریم سراغ بخش‌های عملی‌تر ماجرا. چطور میتونیم این آشپزخونه رویایی رو واقعاً بسازیم؟ برسلن سعی کرده این مسیر رو تا جای ممکن ساده، شفاف و البته مغروم به صرفه کنه. ببینید فرایندشون چقدر حساب شده است. اول از همه مشاوره و اندازه‌گیری در محل خودتون انجام میشه. بعد که این قسمتش فوق‌العاده است، یه طراحی سه‌بعدی کاملا رایگان بهتون میدن. یعنی شما قبل از هر تصمیمی میتونید آشپزخونه آینده‌تون رو ببینید. بعد از ساخت هم نصب کل پروژه فقط بین 1 تا 3 روز طول میکشه. این سرعت عمل واقعاً بی‌نظیره. و اما بحث شیرین قیمت. همونطور که می‌بینید قیمت‌ها کاملاً شفافن و برای هر بودجه یک گزینه های گلاس وجود داره، از مدل‌های ساده‌تر تا لوکس. و اما نکته کلیدی که این رویا رو برای خیلی‌ها در دسترس می‌کنه، امکان خرید اقساطیه.
این یعنی لازم نیست تمام هزینه رو یک جا پرداخت کنید و میتونید راحت‌تر برای آشپزخونه ایدئالتون برنامه‌ریزی کنید. و در نهایت میرسیم به جمع‌بندی. جایی که رویای زیبای شما با تخصص و تجربه بورسلند همراه میشه تا یک نتیجه بی‌نقص خلق بشه. به نظرم این جمله همه چیز رو خلاصه میکنه. بروسلند به شما کمک میکنه تا با بودجه‌تون بهترین انتخاب رو داشته باشید. این یعنی شما توی این مسیر تنها نیستید و یه متخصص کنار شماست که کمک میکنه هم به زیبایی دلخواهتون برسید و هم انتخابتون کاملا هوشمندانه و اقتصادی باشه. خب، اگه شما هم آماده اید که اولین قدم رو بردارید، معطل نکنید. میتونید با شماره 0915 818 4900 تماس بگیرید و یه مشاوره کاملا رایگان بگیرید. این بهترین و ساده‌ترین راه برای شروع این سفر هیجان انگیزه. و در آخر این سوال رو از خودتون بپرسید. آشپزخونه رویایی شما چه شکلیه؟ خوب بهش فکر کنید و جزئیاتش رو تصور کنید. چون با کمک گرفتن از متخصصها و گزینه‌های مناسب، این رویا خیلی زودتر از اون چیزی که فکر می‌کنید میتونه به واقعیت تبدیل بشه.